یه چیزی که امروز خیلی ها باهاش درگیرن، از کنه وجود خودشون احساس یه کمبودی میکنن، احساس میکنن یه چیزیشون کمه. خود تویی که الان داری اینو گوش میدی، از به عمق درون خودت یه لحظه چشماتو ببند، به عمق درون خودت فکر کن. مهم نیست کی هستی، چی هستی، کجا هستی، کجای این کره خاکی. مهم اینه که به یک چیزی احساس میکنی نیاز داری و پیداش نمیکنی. فکر کن. من یحیی ولیزاده هستم. تو این پادکست میخوایم در رابطه با نفس صحبت کنیم و شناخت نفس. ما انسان‌هایی هستیم که بعضن تلاش میکنیم، کوشش میکنیم، خودمونو به هر دری میزنیم که رابطه خودمون رو با دیگران بیایم اصلاح بکنیم. بیایم یه کاری کنیم که دیگران از ما راضی باشن، دیگران هیچ بدی از ما نبینن، هیچ دلخوری نداشته باشن. یعنی اصلاح بین مردم. در صورتی که بزرگترین شخص توی عالم که محمد باشه، اسمش محمد مصطفی باشه صلی الله، فرمود که من اصلح فیما بینه و بین الله اصلح الله فیما بینه و بین الناس. هر کی ارتباط خودش رو با اون خدا، با اون گاد، با اون ذات اقدس اله اصلاح بکنه، اون خداه، اون گاده رابطهش رو با دیگران ناخودآگاه اصلاح میکنه. چقدر ازش دوریم، چقدر بهش نزدیکیم. اون صدای درونی، اون نجوای درونی هر شخصی یکی رو صدا میکنه بالاخره. اون یکیه. پس اگه میخوای ارتباطت، رابطت با همکارت، دوستت، رفیقت، پارتنرت درست شه، اول میبایست ارتباط خودتو با اون خدا درست کنی. چی کارا براش کردی، چی کارا واسط کرده. سعدی میگه رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. یه شعر خیلی جالبی بود، یه وقت از آقا علی شهابی میخوندم، فرمود که این نمکدان خدا جنس عجیبی دارد، هر چقدر میشکنیم باز نمک ها دارد. چه لحظه ها، چه جاها که خوش بودیم، سرخوش بودیم، اون کسی که خالق بود، اون کسی که به ما همه چی داد رو اومدیم فراموشش کردیم. حالا بعداً شاید سوال پیش بیاد، من میخوام حرکت کنم، من میخوام به سمتش در حرکت باشم، مقدمش چیه؟ مهم نیست چند سالته هستن. اگه میخوای حرکت کنی به سمت اون اوج، به سمت اون موفقیت، مقدمش اینه که ارتباط تو با خدا درست کنی. تو هر شغلی که هستی، تو هر جایی و مکانی که هستی، چطوری میشه ارتباطمون رو با خدا درست کنیم؟ چطور میشه با خدا رفیق شیم، نزدیک شیم؟ فرمود که من عرف نفسه فقط عرف ربه. اول باید، شما میخوای یه رفیق پیدا کنی، اول باید بشناسیش دیگه، بدونی کیه. مقدمه این که میخوای سمت خدا بری، اول بدونی خدا
کی هستش؟ فرمود من عرف نفسه، خودتو باید بشناسی. یعنی باید بدونی که تو کی هستی، چی هستی، از کجا اومدی. به ژرفای وجود خودت اول میبایست اطلاع پیدا کنی. هم یه سوال دیگه، هر کی پیش خودش کی هستی یا چی هستی، چی کار میکنی، اصلا واسه چی تو این عالم هستی، واسه چی تو این عالم وجود داری، وظیفت چیه؟ این وظیفه تو این عالم ماده چیه؟ این خلق شدی یا چند صباحی تو این عالم باشی، زندگی کنی، یا نه واسه یه هدفی اومدی؟ این واسه این نرم افزارهای کامپیوتر و اینا خلق میشن که فقط نرم افزار باشن، یا نه خلق میشن به خاطر یک چیزی، به خاطر یک هدفی؟ اگه ما بیایم نرم افزاری رو خلق کنیم فقط به خاطر اینکه خلق شده باشه، فقط به خاطر اینکه باشه، کار عبثیه دیگه. همه نرم افزارا برای اینن که یک فایده ای داشته باشه. خود تویی که داری اینو الان گوش میدی کی هستی، چی هستی؟ یه لحظه 5 ثانیه بهش فکر کن. خدا که همینجوری خلقت نکرده، خدا گتره‌ای خلق نکرده که. یعنی از خلق تو این جهان حتما یه غرضی داشته، یه هدفی داشته. باید پیداش کنی، باید پیدا کنی که چرا تو رو خلق کرده، چرایی خلقت تو باید پیدا بکنی. یه حدیثی میخوندم از امام علی، میفرمود که هلک امرؤ لم یعرف قدره. هر کی که اندازه خودشو نشناخت هلاک شد. اگه خودتو نشناسی، اندازه خودتو نشناسی، اصلا میگه از علی بالاتر داریم. یعنی اگه واسه خودشناسی خودت کار نکنی هلاک شدی، مثل اینه که هلاک شدی، مثل اینه که نابود شدی. بعد اون وقت چی میشه؟ هر کی میاد یه زخمی بهت میزنه، هر کی میاد یه خنجری بهت میزنه، تو هم هی قصه میخوری، هی عذاب میکشی. چرا اینجوری شد؟ چرا رفت؟ چرا نشد؟ چرا؟ این چراها به توان این تو زندگی همتون نگاه بکنید، یعنی انقدر چرا داریم به توان این. هر اتفاقی میاد یه چرا هم میاد قبلش. پس ما ناچاریم که به خودمون معرفت پیدا کنیم، خودمون رو بشناسیم. اگه خودمون رو بشناسیم اون وقته که دیگه میشیم با صلابت، اون وقته که میشی مثل ستون قوی میشی. اون موقع دیگه هیچکی نمیتونه تکونت بده. چرا؟ چون تو وصل میشی به یه قدرت نامحدود. کسی نمیتونه خدا رو تکون بده. تو هم اگه خودتو بشناسی، خدا رو شناختی، پس وصل میشی به اون قدرت لایتناهی، وصل میشی. دیگه هیچ شخصی نمیتونه به همت بریزه. پیامبر رو هیچکی نمیتونست به هم بریزه، علی رو هیچکی نمیتونست به هم بریزه. و تو اون وقتی که وصل میشی به این قدرت لایزال، کسی نمیتونه اعصابتو به هم بریزه، کسی نمیتونه
ناراحتت کنه، کسی نمیتونه به همت بریزه. باید بریم. چرا؟ چون که الرحیل و وشیک، کوچ کردن از دنیا نزدیکه، وشیکه، خیلی نزدیکه. نمیخوای واسش تلاش کنی؟ نمیخوای واسش جهد کنی، کوشش کنی، به سمتش حرکت کنی؟ یعنی خدا رو تنها گذاشتی، همش خوردن و خوابیدن و کار و دغدغه های دنیایی. 5 ثانیه 6 ثانیه همجوری چشماتو به من فکر کن. چند سالته الان؟ فکر کن چی کار کردی؟ واسش چی کار کردی تا حالا؟ یه وقت شعری میخوندم خیلی به جونم چسبید. میگه که ای آن که طلبکار خدایی به خدا. میگه کسی که دائما از خدا طلبکاری، که به خودت بیا، از خود به طلب که از تو خدا نیست جدا. که از خودت به طلب. میگه خدا از تو جداه، خود برو تلاش کن، کوشش کن، خدا هم کمکت میکنه. اول به خدا، چون به خدایی به خدا. میگه اول باید به خودت بیا. میگه هر زمان که به خودت اومدی بعد قسم هم میخوره که باور کنی. میگه به خدا اقرار بیاری به خدایی خدا. میگه پاشو جمع کن دیگه. چقدر بیحالی، چقدر کسلی، چقدر یه گوشه نشستن. به خودت بیا. به خودت بیای دیگه اقرار بیاری به خدایی خدا. دوستتون دارم.